آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بریم که شروع کنیم. آقا قبل از شروع ویدیو، من داخل این ویدیو چند تا هدف دارم. اولیش فول دایموند شدن، دومیش فول اینچنت شدن، سومیش کشتن دراگون، چهارمیش هم فول ندرایت شدن. آخه بالاخره زنده شدم داخل ورد هاردکور. اگر نمیدونید هاردکور چیه، یه بار بمیری کل جهانت پاک میشه. آقا بدون هیچ وقت اضافه و معطلی بریم تمام پروسه تکراری فول دایموند شدن رو تموم کنیم. آره، بریم داخل این چال، از همین چال برمیگردم فول دایموند واسه کنم. 1 2 اینم 3. آقا داشتون فول دایموند برگشت بعد از 58 روز. همونجوری که بالا دارید میبینید. شاید بگید چرا 58 روز؟ واسهتون توضیح میدم. داخل این 58 روز من چیکار کردم. اول بریم فول ست دایموندی رو بپوشیم. یه این چند ریزی داره از ویلیجرها چون گرفتم. آقا داخل این 58 روز من رفتم ندر، چیزی نزدم، رفتم فقط ندر، فارم آهن زدم، ویلیجر بریدر زدم، ویلیجر تریدینگ هال زدم و خیلی چیزای دیگه. خب من اگه بخوام واسه شروع کنم، اول دوربین بریم کنم. اگه بخوام واسه شروع کنم، اول از همه این ویلیجر تریدینگ هالی که کامل نشده، شاید بگی چرا صورتی ساختم، حال کردم صورتی بسازم. بعدش هم صورتی با این میاد با چیز. بذار صدا رو کم کنم، فکر کنم صدامو کم دارید. با این کابلستون میاد. بعدش اینجا 8 تا فلیچر داریم که در روز 2 استگازشون امرالد میگیرم. اینجا ویلیجرهای آرمورا رو داریم، دهنم سرویس شد آرمورا ازشون بگیرم ولی گرفتم. اینم که هلمت میده بهم. تمام. این بر ویلیجرهای چیز رو داریم که تازه دارم بهشون شغل میدم. تو بیا پایین. این فایر اسپکت 2 میده، این کتاب میده، کتابخونه. بعدش اینم ریسپریشن 3 میده. داخل این 58 روز من چیکار کردم؟ داخل این 58 روز نزدیک 30 روزش من AFK بودم. 38 روزش من AFK بودم. یعنی کلا 20 روز بازی کردم. اون 20 روزم درگیر جمع کردن متریال های فارم پشم بودم. فارم آهن بودم. بعدش رفتم ندر، سورسن ولی پیدا کردم، اومدم بالا. اب بالا رفتم سورسن ولی رو چیز کردم، سورسن ولی رو لوت کردم. به 1000 دور زحمت سورسن رو پیدا کردم، ولی هر جور که شد پیداش کردم. اینو یادم رفت بگم، داخل سورسن ولی یه دونه فورتس هم پیدا کردم. اینم آیرون فارم. نمیدونم چرا خوب کار نکرده. نزدیک 5 ساعت 6 ساعت من AFK کردم. 3 استک آیرون بلاک بیشتر نداده. اینم آیرون فارم. مکانیزمش هم چیز خاصی نیست. 20 تا ویلیجر این پایینم، 20 تا ویلیجر این پایینم با شغل و تختشون. پایین 20 تا ویلیجر این پایینم با شغل و تختشون. همین این شد آیرون فارم. خیلی آیرون فارم خوبی بود. الان نمیدونم چرا اینجوری شده. یه بار من داخل یه ورد دیگم ساخته بودم، خیلی خوب کار می‌کرد. خیلی همین الان اسپان کرد ولی خوب داره کار نمیکنه. من خواستم 4 تایش کنم دیگه، دیشب شارژ گوشیم تمام شد و وقت نکردم. فعلا 2 تایی ساختم. این استوریج سیستمشه که خالیه از سکنه. اگه بره پایین این استوریج سیستم که چیزی زیاد خاصی هم داخلش نیست. بعدش ویلیجر بریدر رو زدم. ویلیجر بریدر هم اگه بخوام واسه توضیح بدم، ویدیو را قطع میکنم میرم اونجا بهتون میگم. راستی اینم یادم رو بهتون بگم، رفتم دنبال بایم اسپروس پیدا کردم. اسپروس رو آوردم اینجا کاشتم. چری هم همون پشت بود و دنبال بایم اسپروس رفته بودم. یه دونه ویلیجر آوتپوست هم پیدا کردم که ریت فارمم به زودی میزنم و واسه تون میذارم. بعدش داخل این سرگیز ببینم دراگون رو میتونم برم بزنم. ای خدا، این دوباره به هم خورده بود. اینا آمدم بالا، نه کنید. ای خدا، اینا همه به هم ریخت. این ویلیجر بریدره. اینا میان اینجا باشون ترید میکنم. خدا اینو نزدیک اومدم بیرون.
من با اینا ترید میکنم، از این امرالد میخرم، از این نون میخرم میدم به خودشون، دوباره خودشون بچه میزان دیگه، باز خودشون اشغال کلن بکنی این پایین. آره بعدش همین این 58 روز من همین کار رو کردم. برای ادامه میخوام فعلا اینچنت ها رو بگیرم، برم ندر اینچنت ها رو بگیرم، برم ریت فارم رو بزنم. ریت فارم کار زیاد سختی نیست، شاید 5 روز ماینکرافتی طول بکشه. ریت فارم رو بزنم، بهش برم ندر فورترس، بهش اندر پرل و ویلیجر هم میگیرم، میریم اندر دراگون میگیرم. آره همین، بریم سراغ ادامه ویدیو. چیزی دیگه خاصی نیست، من برم همین کار رو تقریبا انجام بدم بیام. حاجی پشما اومدم داخل اینچنتینگ تیبل، میخواستم فقط افیشنسی 4 بگیرم، افیشنسی 4، آمبرکینگ 3، لوتینگ، فایر اسپکت با ناکبک. پشمام یه شمشیر فول اینچنت بهم داد، یه دونه مندینگ فقط میخواد، اینم از مندینگش. پشمام تمام شد اون شمشیر فول اینچنت، شارپنسش حالا 5 بشه. آقا راستی من یه سری اینچنت های دیگه رو باز کردم، اینا حالا داشتم اینچنت میکردم گذاشتم اینجا که چیز کنم. یه سری اینچنت ها رو باز کردم حالا واسه آرمور و پروتکشن و اینا دیگه، حالا رو بهتون نشون بدم. حالا بعدم فول آرمور فول اینچنت شدم بهتون نشون میدم. فارم رید راه انداختم، یه دونه ریدم زدم، توتم هم گرفتم دیگه، شمشیر رو فول کردم، یه دونه بو فولم بسازم، برم برای فورترس بلیز رو بزنم، یه ذره ندرزارت بگیرم، بیام با ویلیجر را ترید کنم، اندر پرل رو بگیرم و بریم سراغ استرانگ هولد. بعد استرانگ هولدم میریم دراگون رو بزنیم، الیترا رو بگیریم و دیگه داخل این 100 روز تمامش کنیم. این 100 روز میگم نزدیک 35 روزش چیز شد. این ور سمت ریت فارم رفتم، اون ور پورتال زدم، اومدم این برم پورتال زدم دیگه، راه نزدیک شد. این 100 روز نزدیک 30 روزش فقط AFK بودیم، 30 روز 40 روزش، و همه شبا هم تقریبا خوابیدم. الان روز 78. آره برای حمایت از من میتونی لایک و ساب و کامنت بذاری و خیلی حمایت بزرگه. این فارم رید بالا یه دونه ویلیجر لاوا گذاشتم، اینجا یه دونه رید دادم، 5 تا توتم رو گرفتم. آمینوس باتلا رو میخوری، میاد رید رو میزنی، تمام میشه. اینجا هم وایستی یه جورایی چیز حساب میشه. حالا من میام ترایدنت کیلر واسه اینجا درست میکنم، ترایدنت کیلر رو میزنی، اینا رو میکشه و اینا رو چیزشون رو میده به من، چی بود آمینوس باتلاشون رو میده به من. آره اینا از ریت فارم. من برم آمادشم یه دونه بو فول اینچندم بسازم، آمادشم واسه کجا؟ واسه این ندر، و واسه تون اوکیش میکنم، ویدیو واسه تون میگیرم. آقا این یه دونه ریدم زدم و ستاره رو کم کنیم. این یه دونه ریدم زدم و یه چند تا کتاب گرفتم و چند تا امرالد فول اینچنت کردم تقریبا. انا بوتام فول اینچنته. حالا من به سول اسپید زیاد اعتقادی ندارم، بیشتر دپس استرایدر میزنم. یه دونه این سویف اسنیکش مونده که باید بریم چیز انشن سیتی، این که فول اینچنته. اینم آکوا آفینیتیش مونده، آکوا آفینیتی رو بندازم حله. من این دوتا رو برداشتم، اینم بذاریم اینجا. این دوتا رو برداشتم، این توتما رو همه رو میخوام بردارم چون ویدر اسکلتون ها داخل چیز خیلی قویه، داخل بدراک خیلی قویه. اگه نمیدونید جواب بلر داخل بدراک خیلی ویدر اسکلتون ها قویه و یه 2-3 تا میزنن آدم دلار میشه، حتی اگه فول اینچنت هم باشه، فول آرمور هم باشه. پس برمیدارم چون توتم خوبه، زیادیش ضرری نداره، کمش ولی خیلی ضرر داره. پس شما هم بردارید اگه میتونید. برم چیز فورترس یه دونه اسپاونر پیدا میکنم، بهش ویدیو رو دوباره واسهتون میگیرم. آره راستی یه چیزی هم یادم رو بدون بگم، شاید بگید
چرا من الان قلبم هاردکور نیست، سروایوله. من متاسفانه مود هاردکورم نمیدونم چرا واسه رید کار نمیکنه. یعنی پوشن رید رو میخورم انگار رو حالت پیسفولی همچین چیزی. روی مابا کار میکنه، یعنی مابا همه هستن، نمیدونم چی واردن پارده همه چی اسپام میشه، ولی واسه رید کار نمیکنه. حالا نمیدونم چون نسخش قدیمیه چیه. اینجا هم بچه‌ها واسه سلسند رفته بودم، از زیر رفتم سلسند پیدا کردم، بهش اومدم از سر تونل کندم که چون چیزم دیده بودم، فورترس رو دیده بودم، اومدم از سر تونل کندم رفتم رسیدم به فورترس. آره بعدش داشتم بهتون میگفتم قلبم به خاطر همینه الان میرم هاردکورش میکنم که چیز کنم. به خاطر رید رفته بودم سروایولش کرده بودم. تا الان یه بارم نمردم. یو نگید مرده اینجوری کرده، نه اگه مرده باشم این چیز میکنه. اینه نه اشتباه شد. اینه هاردکور مود من. رو هاردکور نمیدونم چرا. حالا شما اگه میخواید برید دانلود کنید، ولی رید را نمیافته، نمیدونم چرا. روی همه مابا کار میکنه. بریم فورترس رو اوکی کنیم، بیایم دیگه. همین وای فورترس ما من اینجا آمده بودم برای سولسن، همینجا پله زدم اومدم بالا. اکسد و کورونایتی بزن اگه یادم نرفته باشه. این پایین باید این پایین آقا من برم یه چند از اینا رو بزنم بمیرم هم دیگه توتم دارم دیگه. برم یه چند از اینا رو بزنم. پشمام 4 تا هیت گرفتم. وای پشمام همینجا 4 تا هیت گرفتم. توتم هم یه دونه هم نترکوندم. خیلی هم عالی. این کل لوت من از فورترس. یه اوه یا حضرت عباس آجی سگ دونیه. من بزنم برم خونه. بریم من داره کنم. آقا فورترس اومدم بیرون. توتم یه دونه هم نزدم تا نیمه قلبم رفتم، ولی این کل لوتامه. توتم یه دونه هم نزدم. 4 تا هد 47 تا چیز. بذار فورترس رو گسترم ببینم آرمورتین میشه میتونم پیدا کنم، ولی پیدا نکردم. آره بیناموس دلقک. آره اینجوری تمام شد دیگه. من برم خونه اندرتر رو اوکی کنم، دوباره واسه دم میدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاتکش این برست ترک نه. من برم استرانگهولد رو پیدا کنم. استرانگهولد رو پیدا کردم. پورتال میرم سمت پورتال رو پر میکنم. پورتال ندر میزنم. از پورتال ندر میام اینجا. اون پورتال رو اینجا میرم داخل ندر، یعنی پورتال میزنم. دوتا پورتال رو لینک میکنم، راه باز میکنم مثل دقیقا فارموله. بله بهش واسه فکر میگیرم. آینده دراگون زدم. آقا با کمال پشمام پورتال 300 تا بلاک، پورتال 300 تا بلاک با بیس من فاصله داشت. پشمام فقط همین مای پشمام. یعنی 300 تا نه 600 تا 900 تا ببخشید. من بیسم 360 نه ببخشید 360 منفی 360 الان 670 360. پشمام همین. و همه چی آماده کردم. این پورتالم روشن کردم. بریم دراگون رو بزنیم. ریسپان پوینت هم سته. پورتالم وصله. بسم الله الرحمن الرحیم. برو بریم. یه ایستیریس ریزی دارم. پشم خدای جای اسپان رو ببین. آخه خدا بدون پرل میزنیم میریم راحت میکنیم خودمونو. امیدوارم دراگون نکشه زیرم. بکشه زیرم میکشم زیرش. نزن بیناموس دلوش.
خب این از این. الان میاد میکشه زیرم. توف کرد. پشمام کلاجش کردی. پشمام. اولا تمام شده برادر. این هم دراگون و هاردکور بدراک. یس. سخته ناموسن سخته حاجی. ناموسن بدراک سخته، مخصوصا تو گوشی، اونم با دست. بریم یه ترای بدیم. شارژ زیاد نارم، 18% بیشتر نارم. بریم اند گیتوی رو پیدا کنیم، یه دونه ترای بدیم ببینم الکترون میتونم اکسل فورنایتی کنم. البته اگه بعد داخل وسط بویدم بس کس شیش برم ببینم الایترا رو میتونم همین اول پیدا کنم. این چانکو ببریم بالا، چانکو ببرده گیر بیاره، چانکو میبریم رو 14. باز شو ببینم این سید خدا بودنشو نشون میده. حاجی به جان خودم این سید تلاس، من پشمام ریخ. وای حاجی پشمام، کشتی اول وای حاجی این سید رو واسه میذارم. پشمام سیدش خود پشمام الایت رو همین اول. واه حاجی همین الان واسید من سید رو واسه تون بذارم، بعدم گیر ندید. سید انتخابی نیست، سید از اول بوده روی برد. این سید هر کی دوست داشت برداره. این هم الایترا و بالاخره پشما و لوت به. آقا من میرم مثل این چند تا اینم بزنم برش برم. برای این چند تای این اول اینو میپوشیم. حاجی میدونم شاید الان برگردیم بگین وای فلان یوتیوبر داخل 10 روز ماینکرافتی میره این دراگونو میزنه. خب شش اون یوتیوبر اول اینکه پشت سیستمه، این یک دو سیستم داره. خب این یک دو کسایی که حتی گوشی هم داشته باشن موس و کیبورد معمولا دارن، ولی من هیچ کدوم از اینا ندارم و با دست دارم بازی میکنم. پس مجبور شدم، بعدش هم داخل بدراک دایموند خیلی کمه، پس مجبور شدم برم با ویلیجر ترید کنم. اره دایی پس اینقدر گوخوری نکن هیتر عزیز. وای نه تو داری به ما دروغ میگی، چیت زنی. خب کس چیش وقتی چیت بزنم خودمو دارم مسخره میکنم که. آقا من برم این الکترا داوشیدون با الکترا، من برم اینو کلا لوت کنم ببینم اگه آرمورتینیمشو تونستم میگیرم، اگه نتونستم دیگه همونجا بازیو میبندم و میرم گوشیو میزنم شارژ. گوشی 14 رسر بیشتر نره. آره بریم یه لوتو بزنیم و بریم. آقا اومدم داخل ندر یه طرف بگردم دنبال بسشین و اینا، از سمت چیز اومدم فورتس اومدم، این بسشین رو پیدا کردم، میخوام برم لوتش کنم ندرهای آپگرید بگیرم. اول میخواستم فارم کلیپر بزنم، ولی اون فارم کلیپری که من انتخاب کردم خیلی بزرگه، نزدیک 30-40 روز ماینکرافتی امکان داره وقت بگیره خالی ساختنش، چون خیلی بزرگه. هر 10 دقیقه نزدیک 10-12 استک فقط
گام پاودر میده. پس اون کنسل شد. گفتم بیام حداقل فول ندرای چم داخل این 10 روز. الان روز 88 میخوام اینو برم لوت کنم دیگه. حاجی پشما یه دونه بسشین خوب بالاخره پیدا کردیم. بریم اینو دیگه یه لوت ریزی بزنیم و یا حضرت عبا که بین لوت بابا در حال استریمای اولین نگرد. یو حاجی بالاخره داریم به آخر ویدیو نزدیک میشیم و بعد از دهن سرویسی های تمام بریم که فول ندرایتی شیم و تمام شونیم. 30 تا شوشه پخته نشده. همه اینا رو کرفت کنیم، ندرایت ها رو بزنیم روش. اون 6 تا هم پخته میشه. یه چند تا هم تخت همینجوری اضافه اومد، اونا رو بزنم ترکندم. 6 تا 7 تا ادوانسان که ندرایت هم گرفتم و خب ندرایت اسکرپ حاجی دستم چقدر خیلی هست. ندرایت اسکرپ ندرایت اسکرپ اول آب وسایل ها رو میزنیم برش آرمون. ندرایت اسکرپ این شمشیر، این پیککس فورچون، این پیککس سیلک تاچ سرای گیم زای کم کنیم، این چیز اکس، این هم شاول و بریم سراغ آرمورا. اینا رو بده به من، اینا رو برمیداریم برای آرمورا. دومان پیران همه رو در میاریم اینجا. ندرایت اسکراب میندازیم این به آقا. و بالاخره چرا اسکینم شده الکس استیو بود حاجی. بالاخره تمام شد. به تمام هدفهایی که داشتیم داخل این 100 روز رسیدیم. به همه هدفهایی که داشتیم رسیدیم و همه رو انجام دادیم داخل این 100 روز. حتی 7 روز اضافه آوردیم. من دیگه ویدیو رو همینجا قطع میکنم، میرم واسه یه چیز. ممنون از نگاه زیباتون که این 100 روز رو نگاه کردید. من واسه این 100 روز زحمت زیادی کشیدم. شما میتونید با لایک و ساب و کامنتتون از من حمایت کنید و کلی به من انرژی بدید که من پارت های بعد رو به زودی زود واسهتون بذارم. آقا پروژه های سنگین داره شروع میشه. پروژه بعدی که اسپویل کردم فارم کریپره. فارم کریپر رو میزنم، بعدش دیگه پروژه های سنگین. کلی کار داریم، کلی بیلد خفن داریم، کلی چیز میز باید بسازیم. پس اگه بدراک پلیری این چنل رو هرگز فراموش نکن، چون خیلی قراره چیزای خفنی از این چنل ببینید. آره لایک ساب و کامنت هم یادتون نره. فعلا خداحافظ.